امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه؟ بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چقچقی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن، اینها فقط نظارت میکنن کنی کی می آید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمی قدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمی شود. پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است: لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم. لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریال میس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم، پیغمبر میگوید با همون ناخنهای دراز میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزنین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس. اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند، در دنیا اخبار میچیندند. اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشان چیکار میکنن؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کار خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشینند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنند. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشون میمالند مثل که قرآن زیارت میکنی. این حرام است. السلام علیکم داملای مهربان. از این سوال من آزرده نشوید، زیرا که این مسئله ها باعث شبهه در دل انسان قرار میگیرد. با احترام، مخلص شما از واسه. خداوند در کدام مکان و مقام جای دارد؟ بعضی ها میگویند که او در عرش است. التماس به ما فهمانید. مکان خداوند در کجاست؟ میگردیم به تاریخ حضرت امام ابو حنیفه. حضرت میگوید بار خواب دیدم یک خوگ میخواهد که بدن خود را در پوست یک درخت، در تن یک درخت مالد، لیکن شاخچه های همون نوده های همون درخت
این خوک را چنان زدند که از پیش درخت دور شد. در خواب دید، میگه حضرت امام. وقتی میگوید بیدار شدم، نزد استاد خود حضرت حماد آمدم، بینی ابو سلیمان. نگاه کردم که استادم خیلی غمگین است، حالتش ناخوب است. با دل گذرانیدم که چی مصیبت بالای استادم آمدگی هست. از او پرسان کردم چرا حالتی ناخوب داری؟ گو الحال، گو نزد پادشاه، گفت یک گروه از بی خداها جمع شدند و با پادشاه میگویند که این طبیعتی که در دنیاست، این از ماده به دنیا آمده است، این خدا نه آفریده است. و در دلیل های زیاد داریم. کدام عالمی که داری مرحمت با او عالم ما بحث میکنیم. حماد میگوید که این پادشاه مرا اختیار کرد. اما خدای داریم که وی با چشم نمیبینیم، خدای داریم که به دست وی قپیده نمیتوانیم. برای این انسان هایی که خدا ندارند، با اینها چگونه من اثبات کنم؟ اینا چیزی را میبینن باور میکنن، چیزی را نبینن باور نمیکنن. حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن است جوابش که جوابش ندهی. در آن کسی که قرآن دلیل میاری، حدیث دلیل میاری، وقتی باور نمیکند، جواب او انسان خاموشی است، خلاص. ابو حنیفه میگوید در حال من تعبیر کردم که این خواب من با همین برآمد. یعنی این خوگه که من در خواب دیدم همان رئیس بی خداهاست که نزد پادشاه وجود دارد. و این درختی که این خوک خواست خود را در تن این درخت مالد، این درخت استاد من حماد است. و آن نوده هایی که این خوک را زد، این شاگرد او ابو حنیفه است. گفتن حضرت غمگین نشو، من با اونها بحث میکنم. اگر من بحث کردم و غالب آمدم، میگویند خدا بر استاد این رحمت کند. و اگر مغلوب شوم، میگویند که یک شاگرد خردککی بود و در دل مردم هیچ دیدگی پیدا نمی شود، زیرا من کودک هستم. و اگر شما مغلوب شوید، این یک مصیبت در شهر کوفه می شود. حضرت برای ما یک دعای ده، ما با این بی خداها بحث میکنم. وقتی نزد این ملحدین رفت، یعنی آدم هایی که در نبودن خدا عقیده داشتن، این سوال اونجا پیدا شد. سوال کردن، 10 سوال دادن حضرت امام. گفتن همون خدایی که تو پرستیش میکنی در کجاست؟ حضرت گفتن این مکان ندارد، خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. گفتن برای ما یک مثال بیار. حضرت امام مثال آوردن. گفتن در یک ظرف اگر شیر باشد، شما به من خبر دهید که آیا در ترکیب شیر روغن هست؟ گفتم بله روغن هست. این مسکه‌ای که ما و شما میگوییم. گفت آیا در کدام نقطه همین ظرف همان روغن وجود دارد؟ گفتن در تمام جزئیات این شیر روغن وجود دارد. یعنی در تمام ترکیب این شیر روغن هست. گفتن حضرت امام گفتن مادامی که یک روغن در تمام جزئیات شیر که وجود داشته باشد، پس این خدایی که خالق این شیر است و خالق این دنیاست، پس وی در همه جا وجود داشتنش ممکن است. گفت ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین که لامکان از خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. برای آنی که لامکانی خدا، برای خدا یک مکانی خاصه نبودن برای تو اثبات شود، فقط به جان خودت نظر کن. همین جان در کجای بدن هست؟ در همه جای بدن هست. خدا هم در همه گوشه چی هست؟ وجود دارد. از این خاطر باز سوال کردن. سوال چی بود؟
خدا با کدام طرف نگاه دارد؟ حضرت امام گفتند اگر شما در یک خانه تاریک یک شمع را گریان کنید، در گرانید، آیا روشنی همین شمع با کدام طرف میل دارد؟ گفتند با همه خانه. گفتند مادامی که یک شمع قدرت همه جا را روشن کردن داشته باشد، این آسمان زمین این یک پرتو نور الهی است، با همه طرف خدای ما نظر دارد، همه جا را خدای ما می‌بیند. یعنی این گونه سوالها حضرت امام جواب دادند. از این خاطر برای خداوند مکان مخصوصی نیست و خداوند در همه مکان وجود دارد. السلام علیکم ناملای محترم، حیوانهای دریایی را کدامش حلال و کدامش حرام بودن را مفصلا شرح دید با آیت و حدیث و فتوا. در نزد مذهب ابو حنیفه بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا زندگی میکنن همش حرام هستند، بغیر ماهی و آن چیزی که باز در همین عالم ماهی داخل می شود. زیرا که در داخل بحرها اگر شما خبر داشته باشین خوک ماهی هم وجود دارد، سگ ماهی هم وجود دارد، خرس‌های آبی هم وجود دارد، قورباغه ها وجود دارد، خرچنگ ها وجود دارد و دیگر نمود حشرات هایی که در زیر دریا هست. به قول حضرت امام ابو حنیفه که آیت را دلیل میکنند و یحرم، طبیعت آدم از دیدن وی خیره می شود، این خبائث میگویند. حضرت امام این دلیل کردند و گفتند بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا هست همش حرام است، اگرچند که نزد جمهور همه آن چیزی که در دریا هست همش حلال هست، لیکن نزد حضرت امام ابو حنیفه همش حرام است بغیر ماهی. در حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که دو چیز را به ذبح یعنی به بریدن سر اونها برای شما حلال گردانیدم، یکی ماهی یکی ملخ. ملخ هم در اسلام حلال است خوردنش، چی ذبح کرده باشد چی به ذبح باشد. و ماهی که اگر حضرت امام ابو حنیفه میگوید اگر خود مرده باشد وی حرام است، وی را خوردن جایز نیست. یعنی خود مردش حضرت امام جدا کردن که وقتی می روید شما می بینید که در دریا شکمش از قسم بالا باشد و مردگی باشد، این صورت اون ماهی را حرام است خوردنش. وقتی که اگر شکمش از قسم پایان باشد و پشت از سوی آسمان باشد و مردگی هم که باشد حلال است. و این ماهی هایی که ما و شما با طریق مثال آب خلار میزنیم میگیریم شان یا یگان داروی دیگر میزنیم ماهی ها را نابود میکنیم، ایناش حلال هستند، مگر خود ماهی از پیش خود مرده باشد این حرام است گفتن حضرت امام ابو حنیفه. السلام علیکم داملای عزیز، یک دو سوال دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبینند و نیت نماز شب را میفهموندین. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس داملای عزیز و پررگی جواب دهید. با آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی معنی هست. امروز برای آنی که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه من ان شاء الله همه میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خودتان میبینین، سر و صورتتان درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعض حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موسفید های پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خرد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینا از ما و شما دور شدند، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان تماشا میکنیم، بدن خودمان نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی است، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. اگر شب تاریک در خواب ترسناک یا ناخوب ببینید چی باید کرد؟ یعنی وقتی شما اگر شب در خواب یک خواب میبینید که یک دهشت شما را فرا میگیرد، یعنی یک خواب ترس، پیغمبر گفتند وقتی بیدار شدین با طرف چپ 3 بار آب دهانتان پرتایین، با طرف چپ که در اون موضع شیطان است میگوید، و این خواب ترسناک که شما از حساب وی است در جانب همون چپتان 3 بار توف کنید، یعنی با بگیم سخنهای عادی امروزه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید در هر بار توف کردنتان، و بعد او پهلوی که خواب بدین پهلو را عوض کنید و خواب کنید. گفتم پیغمبر انشاءالله دیگر خوابی ناخوب نمیبینید. دویم سوال، اگر سلام از آدمی راه دوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثلا از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتند و علیهم و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر وی ها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم با کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن با اونها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشویم. شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد در پیستان و شیر باشد شیر او را جوشیده گیرین، شیر وی حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفن شد درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه هست میگوید. السلام علیکم کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است. و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی وارزقنی، این سوره رو میگویند که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس دامنای عزیز اینها رو به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدند. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین اون چیزی که گفتی همش حقیقت داره. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است، فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم می شود و نسل او کم می شود. دیگر نزد هر 4 این ائمه اربعه، نزد 4 مذهب اخته کردن حیوان به طریق اولا جایز است، یگان غلط و یگان خطای ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته می شود حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش 3 روغن می شود و گوشتش با لذت می شود. یعنی همه حیوان برای انسان است. اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاود، زیرا همون حیوان های هستند همه اونا را خدا برای ما آفریده است. اختهشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما اونها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه هایی که هسته چقدر یک خاصیتی خوبی آورده است که بجای همین تکنیک های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنن. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد
در حال شما می توانید که شکم او را پاره کنین. البته برای این با متخصصا لازم است. پاره میکنن و کودک از شکم او میگیرن. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند ای امام، آیا یگان فتوای داده ای که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتند بله، یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتند چی فتوا دادی؟ گفت بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است، آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم این فرزند گیریم؟ گفت بله. گفتند حضرت امام گفتند بله، شکم او را پاره کنیم فرزند گیریم. در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتند امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. این مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستم. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها دا میشکند، چهره هاشون دا میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه؟ جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارن. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرن. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارن، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا می شود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست. چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره‌های همونها دیگرگون است. چهره‌های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره‌ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره‌ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعت 3 و 4 خیز به سوی خدای خودت زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگرچند که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پر ره است. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. یعنی معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک میشود. دلی به عشق او